برای اینکه بخوایم بدن این کندل رو محاسبه کنیم نیازه که یک متغیر تعریف کنیم. باز این هم از نوع دابله و اسمشو مثلا میذاریم بادی سایز. اوکی. پس یعنی این متغیر قراره که اندازه بدنه اون کندلی که مد نظر ما هست رو نگه داره. حالا کاری که ما میکنیم اینه که میایم از آرایه کلوزها خونه یکمش رو در نظر میگیریم و این رو میایم از آرایه اوپن ها خونه یکمش کم میکنیم. اینطوری اندازه بدنه در واقع کندل شماره یک ما در میاد به همین راحتی. و قدم بعدی چی بود؟ قدم بعدی این بود که بیایم کندل های قبلیش رو در نظر بگیریم. این که میشه کندل صفر